دوست من سلام، این ویدیو ادامه آموزش های قبلی هست. اگر ویدیوهای قبلی من دیده باشین الان نوبت کمرکشی شلوار کارگو هستش. پارچه‌ای به عرض 14 و به طول 60 سانتی متر برش زدم، از وسط اتو کردم. این اندازه برای پشت شلوار هست دوستان. کشی به طول 25 سانتی متر رو داخل اون به این صورت قرار میدم و میدوزم. دوستان ممنون که ویدیو من نگاه میکنین، منو دنبال میکنین، سابسکرایب میکنین، اینطوری ویدیوهای بعدیم رو از دست نمیدین. با دنبال کردن من میتونین آموزش های بیشتر من رو اینجا تماشا کنین. دوستان نظراتتونم بگین، خوشحال میشم ازشون استفاده کنم. شما میتونین بدون اینکه کلاس برین با آموزش های من تو خونه به سادگی خیاطی کنین و اونو یاد بگیرین. وقتی قسمت پشت شلوار آماده شد، برای قسمت پیش پارچه به عرض 14 و به طول 50 سانتی متر برش زدم. اونو از وسط اتو کردم، وسطش رو 2 تا حلقه فلزی زدم برای جای بند و به این شکل اونو دوخت میزنم و بندها رو بهش وصل میکنم. بندها رو دوباره دوزی و چند بار سرقائمی میکنم که موقع استفاده شلوار بندها کنده نشن. خب دوستان به همین سادگی کمر شلوار کارگوی من آماده شد. حالا میارم که اونو وصلش کنم. از وسط پیش کمر چرت میزنم، همینطور پیش شلوار و روی هم قرار میدم و از قسمت پیش هر دوشون رو به دوخت میکنم. پیش شلوار چین نداره ولی قسمت پشت شلوار کش میخوره و قسمتی که روی کمر کش دوختیم به پشت شلوار وصل میشه. به این صورت اونو میدوزم، سردوز میزنم. دوستان این شلوار رو من توی 3 ویدیو براتون آموزش دادم. شما توی ویدیوهای قبلی میتونید آموزش برش، آموزش دوخت درس ها و جیب ها رو ببینید و اینجا هم مرحله کمرکشی هست و دوخت دمپا. توی 3 مرحله من ویدیو ساختم و کامل آموزش دوخت شلوار کارگو رو بهتون آموزش دادم. برای دوخت دمپا اونو از قسمت درز بغل 2 تا حلقه فلزی میزنم، 2 سانت به داخل اتو میزنم، بندش رو رد میکنم و از یک طرف شروع به دوختن میکنم. اگه شما تو خونه حلقه فلزی ندارین دوستان میتونین به جاش جا دکمه باز کنین و به سادگی اونو بدوزین، هم روی دمپا هم روی کمر. خب دوستان سابسکرایب یادتون نره زنگوله رو فعال کنید، منو دنبال کنید. مرسی.